سلام، حبی هستم از مؤسسه مهاجرتی پارسیس. امروز افتخار این رو دارم که در مورد کشور انگلیس و نحوه گرفتن ویزای اون باهاتون صحبت بکنم. با من تا آخر این ویدیو همراه باشید. چرا انگلیس؟ چرا اکثر مردم کشور انگلیس رو برای سفر انتخاب میکنن؟ میتونم بهتون بگم که کشور انگلیس به خاطر جزایر و مناظر زیبا، سنت و فرهنگ قدیمی و رشد اقتصادی خیلی خوبی که داره و در کنار اینها دانشگاه‌های معتبری که در این کشور هستن تونسته سالیانه گردشگران زیادی رو به سمت خودش جذب کنه. عده‌ای از مسافرها از ما سوال می‌پرسن که آیا کشور انگلیس داخل ایران هم مرکز انگشت‌نگاری داره؟ بله، داخل شهر تهران در مجموعه هرالی سنتر VFS کشور انگلیس واقع شده. عده‌ای دیگه از مسافرها از ما سوال می‌پرسن که آیا میتونن برای کار انگشت‌نگاریشون به کشورهای همسایه هم سفر بکنن؟ بله، مشکلی نداره، میتونید برای کار انگشت‌نگاریتون به کشورهای همسایه هم سفر داشته باشید. مدت زمان اعتبار ویزای توریستی انگلیس به صورت 6 ماه، 2 سال، 5 سال و 10 ساله هستش. عده‌ای از مسافرها میان از همون سوال میپرسن که آیا میتونن برای اقدام اولشون ویزای 2 ساله رو درخواست بدن؟ این خودش جای کلی حرف داره که پیشنهاد من به شما کارشناسان مؤسسه پارسیس هستش که بهترین مشاور شما در زمینه اخذ ویزای توریستی انگلیس خواهند بود.